نشریه SSSR چاپ دوشنبه روز 20 ایول سال 2023 درباره چند نام نو در قضیه ربودن و با شکنجه کشتن معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف خبر داد. بنا به اطلاع منابع SSSR یکی از 5 نفر بازداشت شده در چارچوب این پرونده قمر عزیزوف است که گویا از او چون نواچک حدس میزنند. گفته میشد این نفر با اسمت‌اللهیف بیزنس یکجایی بناکاری و خود دامسازی داشته است. درباره این بلال عزیزوف پسر قمر عزیزوف که تا ایندم باعث نماینده شرکت هواپیمایی سامان ایر فعالیت میکرد از کار آزاد شده است. مقامات تا کدام اندازه دست داشتن بلال را در جنایت آدمربایی میسنجند خبر میدهد SSSR. نام دیگر در این پرونده به اطلاع نشریه ملکه نام بونو است که حالا در ترکیه و یا در دبی قرار دارد. اما SSSR اعتراف میکند که آوازه ها درباره آلودگی ملکه به این قضیه در حال حاضر در سطح عدسه و تخمین است. SSSR در این زمان از برخی فرضیه ها در مورد احتمال ارتباط داشتن رستم خالقوف رئیس سابق شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با ربودن اسمت‌اللهیف خبر داده است. از جمله به اطلاع این نشریه رستم اشوروف یکی از آدمربایان که بعد 10 روز ربودن اسمت‌اللهیف در راه فرار به اروپا در مولداوا کشته شد با رستم خالقوف رشته خویش و تباری داشته. برادر رستم اشوروف نعمت کریموویچ داماد خالقوف رستم یعنی شوهر تخمینه خالقوف دختر کلانی رستم ایسوویچ می باشد. همین طور می افزاید نشریه سرکرده آدمربایان دلشاد سید مرادوف که از کشور فرار کرد و فعلا توسط اینترپول در جستجو قرار دارد نیز در نوبت خود دوست عائله خالقوف و دوست خیلی نزدیک خالقوف سوراب بوده است. این در حالی است که بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد با گذشت این قریب 1 ماه از ربودن و کشتن معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف مقامات تا حال جسد او را پیدا نکردند. مکان بود و باش سرکرده آدمربایان دلشاد سید مرادوف نیز تا حال مشخص نشده است. منابع بامداد میگویند جستجوی جسد اسمت‌اللهیف از مرکز ناحیه عینی تا مرز ازبکستان قد ساحل دریای زرافشان و هم قد دریای ورزاب از نخب استقلال تا درون شهر دوشنبه ادامه دارد و تا حال نتیجه نداده است.